Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga ulug' Qurbon hayitini O'zbekistonliklar natavonistan dar ro'zi Idi Qurbon namozi dasta jam'iy der intizorro bajo orand. Qarori daxldorro Sho'roy ulamoi idorai musulmononi O'zbekiston ro'zi 16 iyul qabul کرد. شورای علما تصمیم خود را با وضع اپیدمیولوژی کشور اساسناک کرد. با جای نماز عیدانه به ازبکستانی ها توصیه داده شد که در خانه نماز نصف روزی گذارند. طبق قرار مذکور نماز جنازه نیز فرمان شده است که در خانه با اشتراک خویشاوندان نزدیک گذاشته شود. اینچنین ادای نماز جمعه موقتا بازداشته شده است. در مورد نمازهای 5 وقته باشد در میدانهای کشادی مسجدها با رعایت چاره‌های کرانتینی گذاشته می شوند. موفقیت bilan, sihat salomatchilik bilan, tinchlik va xotirjamlik bilan o'tib olmoqlarimizni muvaffaq aylasin. یادرس میکنیم که قبلا درباره برگزاری نماز عیدانه در میدانهای کشاد با رعایت چاره‌های کرانتینی خبر داده شده بود. Bu yil Qurbon hayitini karantin mezonlaridan kelib chiqib همینطور معاون یکم رئیس اداره مسلمانان ازبکستان حمیدجان اشمتبکov چنین اظهار داشت: ریاست کارهای دین تمام دستورها را برای برگزاری نماز عید قربان در شرایط کرانتینی اجازت می‌دهد. چند هفته است که نماز جمعه در کوچه گذاشته می شود. همینطور برای گذاشتن نماز عیدانه در کوچه شرایط فراهم آورده شده است. البته مسافه نگاه داشته می شود. ما اینچنین از مردم خواهش میکنیم که کودکان خردسال و پیرانسالان را که نماز برای آنها فرض نیست به جای ادا کنی نماز نآیند. Yurtimizda epidemiologik vaziyatni jilovlash, aholi salomatligini har tomonlama himoya qilish uchun یادرس میکنیم که سال دوم است که مقامات ازبکستان ساکنان کشور را از گذاشتن نماز عیدانه در روز عید قربان محروم میکنند. رژیم ازبکستان به مثل دیگر رژیم های منطقه آسیای مرکزی با استفاده از هر گونه بهانه در ایجاد محدودیت های نو در اجرای دستورهای دینی از جانب مسلمانان محدودیت ها ایجاد میکند. علماهای درباری باشند برخلاف اسلام فتواها برآورده به قرارهای مقامات خود خصوصیت قانونی میبخشند. narsa bizdan asosiy talab qilingan narsa hozirgi tilda aytilayotgan karantin holati.